آب معدنی، آب تصفیه شده، آب شهری، آب جوشیده شده. انتخاب شما کدومه؟ با آب چند جوشیده شده چیکار کنیم؟ آیا سرطانزاست؟ آیا نیترات بالایی داره؟ چند تا نمونه آماده کردیم از آب معدنی، آب تصفیه شده، آب شهری و آب جوشیده شده. حالا میریم برای تست pH، TDS و نیترات در بخش جدیدمون، بخش محیط زیست. لطفاً همراهمون بیایید. اینم از نتایج. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید نتایج در مورد آب معدنی و آب تصفیه شده کاملا مورد قبول. آب شهری در هر منطقه‌ای ممکنه متفاوت باشه، اما در منطقه‌ای که ما تست کردیم TDS بالایی داشت. اما در مورد آب چند بار جوشیده TDS مانند TDS آب شهری داشت، اما در مورد نیترات همونطور که انتظارش رو داشتیم تقریبا 2 برابر شده بود. پس بهتره که از آب چند بار جوشیده استفاده نکنید و کتری و سماورتون رو هم هر بار آبش رو خالی کنید و دوباره آب جدید پر کنید. حالا با این تفاصیل انتخاب شما کدوم آب برای مصرف روزانه است؟ نظراتتون رو برامون کامنت کنید. من دکتر فاطمه امینی نجفی هستم و اینجا در پرتو بشاش باورهای غلط غذایی رو بررسی می‌کنیم.